این فاصله لوله موتور خب با لوله مون نمیخونه. ببین حداقل بله بله 4-5 میل فاصله داره. بله. شما اینو داغ میکنی، خب یعنی اینجا رو کلا داغش میکنی، درست. بعد سیم و جوشو از داخل پرش میکنی. یعنی احتمال داره مثلا دا- بره تو موتور. نه نمیره، داخل موتور نمیره. ها؟ چون این میره این لوله میاد اینجا تنگه، محکم نمی‌ذاره. فشارش میده، اینجا میچسبه. اولا قبل این خواستی پر کنی باید بالا رو جوش بدی، بالا رو جوش میدی، بعد می این پایین رو داغ میکنی، سیم جوش رو فشار میدی از داخل. یعنی ببین همصاف شده، ببین آها از داخل پر شده. داغش میکنه. آره هم یعنی کلا پر شده، یعنی شما یه قالب ریختی اینو پر کردی، عجب. یعنی پر میشه کامل میاد بالا. بعد این جوشکاری تموم شد، لوله سرد شد، اینا رو با یه کونه یه سی تمیز میکنی، ببینی جای ترکی جوشی جا نمونده. یه بار جوش خوب یه باره داغ. من الان خودم سوختم، یعنی خودم الان سوختم. اینو میگم الان همه چیزی روی این آره این برگوشات شده رفته رو اکومولاتور. اینا همه تو همدیگه قفله، یعنی به هیچ وجه رو نیستن، اینا همه تو هم قفل شدن. بعضی ها میان با حالت کنیک جوش میدن، یعنی اون لوله رو کنیک میکنن میذارن رو لوله، بعد دورش جوش میدن. به مرور زمان کنیک میشکنه، به مرور زمان میشکنه و شروع میکنه نشت کردن. جوش حتما باید تو همدیگه قفل بشه. توجه شد.